سلام، مرسی. شب شما هم بخیر، خسته نباشین. بله سیف. حالا من که میخوام سیف کنم ولی دیگه اینستاس و بازی که در میاره انشالله که بشه سیوش کرد. یه اوکی از صدا و تصویر میدین؟ آها، صدا و تصویر خوبه. پس شروع میکنیم. سلام، نحوه انجام تست زگیل برای دختران باکره رو توضیح بدین. فکر نمی کنم جایی انجام بدن. ببینید فرق نمیکنه که حالا هایمن سالم باشه یا نباشه، انجام داده میشه. تنها فرقش توی اونهایی که هایمنشون سالم هست و آقایون اینه که نمیشه از دهانی رحم نمونه گرفت. در واقع شاید یه زمانی که تست زگیل رو فقط به صورت معمولی انجام میدادن، مثل پاپ انجام میدادن، از دهان رحم میگرفتن، خب میگفتیم که آقایون این تست رو ندارن. تو دخترانی که هایمنشون سالمه قابل انجام نیست. ولی الان دیگه ربطی نداره به اینکه حالا الزاما دهان رحم نمونه گرفته بشه یا نشه. از کل ناحیه تناسلی با سیتوبراش میتراشیم. اگر رابطه مقعدی داره با سواب پنبه‌ای از سطوح دهان و اگر رابطه دهانی داره با سواب پنبه‌ای از سطوح دهان و اگر رابطه مقعدی داره هم میشه یه پاپ اسمیر مقعدی انجام داد، یعنی با همون سیتوبراش، هم میشه با سواب پنبه‌ای نمونه گرفت که پاپ اسمیر دقیق‌تر سلول‌های بیشتری بهمون میده. در ناحیه واژینال پوست به شدت کشیده میشه در موقع رابطه و بعدش هنگام شستن سوزش شدید داره. چه کار کنیم؟ خب باید اول مشخص بشه که علتش چیه. آیا شما خشکی واژن دارین؟ آیا عفونت دارین؟ آیا همسرتون عفونت داره؟ شرح دقیق تری لازم هست. عفونت، بوی بد واژن و دلیل آن. ببینید در مورد عفونت که خیلی مفصل صحبت کردم. من فکر نمی‌کنم مطلبی درباره عفونت باشه که من بهش نپرداخته باشم و هم تو هایلایت زرده. خیلی علل مفصلی داره. اول اینکه باید مطمئن بشین عفونت داریم. من حتی توی بچه‌هایی که ویزیت آنلاین انجام میدن و کشتشون میاد جواب کشت منفی میاد، حالا فلور نرمال واژنه یا کلا منفی در اومده، وقتی بهشون میگم شما عفونت ندارین، حساسیت دارین، حالا باید 1 2 3 هر 2 هفته یه عامل حساسیت رو کنار بذارین تا خودتون هم متوجه بشین به چه حساسیت دارین. انگار یه مقاومت وجود داره. یعنی انگار خود مریضام دوست دارن که حالا که سوزش و خارش دارن، حالا که علائم عفونت دارن، پس علتش عفونت باشه. در حالی که خب حساسیت باشه که خیلی راحت تره. اون عامل حساسیت رو پیدا میکنه، حذفش میکنید، علائمتون هم تموم میشه. حتی استوری هم کردم مریضایی که بعد از سالها دارو خوردن و تشخیصهای مختلف واسه عفونت گذاشتن، حالا مثلا فهمیدن به کاندوم حساسیت دارن، گذاشتنش کنار و علائمشون خوب شده. سلام، خسته نباشید. خانم دکتر، سوال من از شما اینه: 32 ساله هستم، هر دو تا دخترانم PCO هست. تو دختران راستم کیست هموراژیک دارم که با 2 ماه خوردن داروی هورمونی دوفاستون خوب نشده. یکمی که خانم دکتر من 2 ماه پیش خارش واژن و لبیای داخلی داشتم، مخصوصا لبیاهام خیلی خارش داشتم و از مدتی خوب شد. الان بعد از 2 ماه باز خارش دارم و قرمز شده. علتش چیه؟ ببینید اولا که خارش و علائمی که دارین حالا از عفونت، اون قرمزی و اینا، خب عفونت باید علتش مشخص شه، ولی با توجه به اینکه تنبلی تخمدان دارین، تا زمانی که استثبات نکنی و تنبلی تخمدانتون خوب نشه این عفونت مکرر باقی میمونه، به دلیل اینکه التهاب بدنتون بالا هست، یعنی هی عود میکنه. درمان تنبلی تخمدانم که اصلاح سبک هایلایتاشو بخونید. اما در مورد کیست هموراژیک، ببینید درمان کیست هموراژیک دوفاستون نیست، داروی هورمونی نیست. کیست هموراژیک خودش جذب میشه اگر که با توجه به اینکه 32 سالتونه، 2 ماه گذشته و کیستتون هیچ تغییر سایزی نداده، توصیه هم اینه که 1 ماه دیگه صبر کنین، یعنی 3 ماه بعد از اون تشخیص اولیه. واقعا اگه تغییر سایز نداده کیست رو باید بدیم پاتولوژی، یعنی با لاپاروسکوپی خارجش کنیم بدیم پاتولوژی جنسش معلوم بشه. شاید اصلا کیست هموراژیک نیست، شاید مثلا اندومتریوما هست. یا اگر نمیخواین حالا جراحی کنی، لاپاروسکوپی کنی، میتونین یه MRI انجام بدین تا جنس دقیقش که البته تو پاتولوژی مشخص میشه، تا ماهیت دقیق کیست رو بیشتر برامون معلوم بکنه. الان دیگه نمیدونم باید چه دارویی مصرف کنم. چندی بار به وزیر زنان مراجعه کردم، بیفایده بود. اول سوالتون نیومده، احتمالاً توی کامنت های جدا نوشتین. در زمان قبل یائسگی ضخامت دیواری رحم داشتم، بعد یائسگی هم باید پیگیری کنم. البته خونریزی و لکی ندارم.
بستگی داره که علت ضخامت دیواری رحمتون چی بوده. پزشکتون اگه نیاز به بررسی داشته بهتون میگه. خارش ناحیه مقعد هم ربط داره به بیماری‌های زنان با توجه به اینکه بعد از نزدیکی ایجاد میشه. اگر بعد از رابطه هست خب به عفونت‌ها مربوط میشه. اگر رابطه مقعدی داریم به زنان مربوط میشه. بستگی به شرایط دقیقتون داره. سلام، وقت بخیر. من 3 تا فیبروم دارم که چسبیده شده به دیواری رحم. از احتحال خونریزی و لکه بینی دارم ولی خونریزی شدید نبوده. دکتر گفته باید رحم تخلیه بشه. حالا از یک مرداد لکه بینی و خونریزی قطع شده، به نظرتون با تخلیه کنم؟ ببینید در مورد بحث فیبروم ها محل دقیقش و سایز دقیقش و علائمی که ایجاد کرده برای ما مهمه. اگر که علائمتون قطع شده نه اجباری به تخلیه نیست، ولی سن شما چقدره، سایز فیبروماتون چقدره، دقیقا کجا قرار گرفتن، چرا گفتم با تخلیه بشید. مطمئنا یه فیبرومی که کوچیک هست یا جای خوبی قرار گرفته، سن شما بالا نیست، به خاطر لکه بینی نمیگن درش بیاریم، یه چیزی مهمتر از این حرفا بوده. شرایط دقیق‌تر لازمه. آیا درد قسمت گودی کمر و پایین کمر میتونه ربطی به عفونت داشته باشه؟ بله. سوال دوم، بهترین روش درمان خشکی واژن در خانم‌های یائسه چی است؟ اینجا به من گفتم فقط لیزر. آیا درسته؟ نه. همونجور که تو پکیج یائسگی هم گفتم خشکی واژن درمان‌های مختلف داره. البته پستش هم گذاشتم و هر درمانم تو یه نفر بهتر جواب میده. اینکه الزاماً حالا شما چون یائسه هستین لیزر کنین جوانسازی میشه و خشکیتون برطرف میشه درست نیست. و اینکه راه‌های دیگر رو مثلا RF برین یا شیافه سیلک رو استفاده کنین یا استرومارین رو استفاده کنین و جواب نگیرین، فقط با لیزر جواب بگیرین، اینم درست نیست. باید همه روش‌های درمانی، اگه مشکل هزینه با لیزر دارین، همه روش‌های درمانی رو برین. روش‌های دارویی، روش‌هایی که برای تغییر لاف استایل که هزینه‌اش کمتره و اگر جواب نداد میشه به RF، لیزر و این روش‌های جوانسازی هم فکر کرد. ببخشید، پاپول مرواریدی از چی به وجود میاد؟ بیرون واژن احساس خارش کردم، حالت دوندون داخل واژن و دیوارهای واژن خطرناکه یا نه؟ درمانش چیه و علتش؟ اگر خارش دارین و دوندونایی دارین که جدید ایجاد شده حتما بریم معاینه، مطمئن بشین زگیل، تبخال اینها نیست. ولی کلا پاپول مرواریدی علامتی نداره مگر اینکه حالا یه عفونت واژن سوار شده باشه و حالا علائم شما به علت اون عفونت باشه. پاپول مرواریدی چرا به وجود میاد؟ همون مثل اینه که بگیم چرا چشم به وجود اومده، چرا ناخن به وجود اومده. خب یک بافت طبیعی بدن هست، حالا ورییشنه، تو مثل لوزه ها، تو بعضیا بزرگتره تو بعضیا کوچیک‌تره، وگرنه طبیعیه، یعنی جزء آناتومی بدنه. سلام، من تنبلی تختان دارم، با دارو منظم میشه ولی به محض اینکه داروها قطع میشه دوباره نامنظم میشه. از اول اینجوری بودم، چه کار کنم پریودام منظم بشه؟ خب معلومه چه کار کنیم، با درمان اصلی رو انجام بدین، یعنی اصلاح سبک. ضرری داره برام دیر به دیر پریود شدن؟ معلوم میشه یا جدید اومدین تو پیج یا اینکه درست پستش رو ندیدین. تنبلی تختان، چه لاغرین چه چاقین، چه مجردین چه متحلین، چه بچه میخواین چه نمیخواین، چه پریودتون منظمه چه نیست، چه ریزش مو دارین چه موی زاید دارین چه جوش دارین، هر علامتی دارین باید درمان بشه. چون اگه درمان نشه 15 سال بعد 20 سال بعد خدای نکرده میشه سرطان رحم. بنابراین حتما باید که درمان بشه. همه خانوما هر ماه باید پریود بشن. 2 تا بچه‌م دارم، همانژیوم کبد دارم، قرص جلوگیری نمیتونم بخورم. شما که دیگه اصلا نمیتونین اون درمان‌های سوری تنبلی تختان رو که قرصای جلوگیری هست استفاده کنین. باید حتما اصلاح سبک کنین، برای که همانژیومتون هم خوبه. خانم دکتر، کسی که رحمشو به خاطر عفونت برداشته و سیاین وان اومده در صورت HPV منفی بازم خطری تهدیدش میکنه؟ ببینید ما هیچ وقت رحم رو به خاطر عفونت بر نمیداریم، چون در واقع عفونت واژنه و وقتی ما رحم رو برمیداریم واژن سر جاشه. واژن آلت تناسلی خانم ها هست، خیلی نادر مواردی اتفاق میفته که ما برش بداریم. بنابراین رحم شما رو به خاطر عفونت بر نداشتم، من بعید میدونم. حالا به چه علت برش داشتن نمیدونم، چون CIN1 هم اندیکاسیونی برای خارج کردن رحم نیست. ولی اینکه HPV تون منفی اومده CIN1 بودین، اگر پاپتون نرمال شده باشه نه خطری تهدیدتون نمیکنه. ببخشید خانم دکتر، عفونت واژن و دستگاه تناسلی میتونه باعث بوی بد دهان هم بشه؟ ببینید یه سری علل هست که مشترکه بین عفونت واژن و بوی بد دهان، در واقع اون التهابی که تو دهانه، مثلا مصرف الکل، مثلا بیماری مثل دیابت. ولی اینکه بگیم که حالا خود عفونت واژن باعث بشه بوی بد دهان ایجاد کنه، نه.
ببخشید دکتر نیروی جنسی خیلی کمه، چه راهکاری دارین لطفا بگین؟ داروی خیلی سوال میپرسین دارو برای افزایش میل جنسی، اگرچه علل کاهش میل جنسی خیلی زیادن و بیشتر علتی که من خودم میبینم اون اختلالات روانی، یعنی در واقع رابطه عاطفی خرابی هست که با پارتنر وجود داره. اما اگه بخوام واقعا یه دارو بگم که خیلی خوبه برای افزایش میل جنسی، X8 هست. اما اگر سابقه بیماری دارین یا داروی مصرف میکنین حتما از پزشکتون اجازه بگیرین، سر خود استفاده نکنه. حالا انشالله یه پست میذارم برای داروهای افزایش دهنده میل جنسی. همه گفتن نباید دیگه یا SCA جراحی کنی. ممنون از شما. احتمالاً بقیه سوالشون یه جای دیگه است نیومده. در مورد قارچ‌های مزمن رحمی بگین یا با تنبلی تخمدان چی بگم؟ خیلی در موردش صحبت کردم. تنبلی تخمدان عامل عفونت مزمنه، عامل عود عفونته، باید اصلاح صبر کنید. سلام خانم دکتر، برای درمان عفونت قارچه یه دختر مجرد دقیقاً باید چیکار کنیم؟ تو پیج هم پماد کلوتریمازول رو گفته، هم قرص فروکنازول. الان نمیدونم کدومش رو استفاده کنم و چه مدت. ببینید من تو پیجم گفتم فکر نکنید چون دختر مجرده نباید مراجعه کنه، نباید ویزیت بشه و سر خود با دارو استفاده کنه. اتفاقا دختر مجرد حتی دختر بچه‌ها هم باید معاینه بشن. ما معاینه داخلی انجام نمیدیم، فقط بیرون رو نگاه میکنیم. اما اگر عفونتشون عفونت مزمن نیست، علائمش کم، شدت عفونت کم، پماد کافیه. در غیر این صورت با خوراکی مصرف بشه، یعنی قرص فلوکنازول. مدتش بستگی داره به شرح حالتون، به شدت عفونت. خانم دکتر من افتادگی شدید رحم دارم و یاسه هستم، چند تا دکتر رفتم همگی احتمالاً آره این بالاتر بود، همگی گفتن نباید دیگه یاسه جراحی کنی. ممنون از شما. نه همچین چیزی نیست. ببینید افتادگی های شدید کف لگن، حالا چه رحم، چه مثانه است، چه روده است، نیاز به جراحی داره. شاید بشه یه مقدار با پساری اون رو اصلاح کرد، ولی معمولا وقتی شدید هست و علائم شدیده به پساری جواب نمیده و یاسه بودن هم دلیلی نداره برای اینکه جراحی نشه. اگه نیاز باشه میتونی جراحی انجام بدی. احتمالا علت دیگه ای داره گفتن جراحی نشین. شاید ریس فاکتور زیاد واسه بیهوشی دارین، اون موقع از پساری استفاده کنین. سلام، ببخشید خانم دکتر بعد 40 سالگی آمپول ضد بارداری میشه تزریق کرد؟ ببینین ما ترجیحمون اینه که داروهای هورمونی رو از یه سنی استفاده نکنیم، ولی آمپول ضد بارداری استروژن نداره، پروژسترون میتونین استفاده بکنین، هرچند کاندوم روش بهتریه یا حتی آیودی. سلام دختر من 29 سالشه، تازه سونو داده، هر دو دخترش کیست داره، در ضمن کیست فیبرادنوما سینه هم داره. دکتر قرص الدی برای کیست دختر داده. از شما مثلا ببینید فیبرادنوم کلا یه تودی خشکی سینه هست و من این نداره برای مصرف هورمون ها. اما نمیدونم منظورتون از کیست چیه. اگر منظورتون کیستای ریز ریز و تنبلی تخمدان، اصلا الدی رو توصیه نمی کنم، حتما اصلاح صبر کنید. ولی اگر حتی کیست فانکشنال داره که گفتم بایستی که الدی مصرف کنه، که بعید میدونم چون گفتین تو 2 تا تخمدانه، اون هم نیاز به کیست فانکشنال خودش برطرف میشه. اگه الدی هم تجویز میشه برای جلوگیری از ایجاد کیست های جدید هستش. 3 ماه دیگه اگر سونو بده کیستتون باقی موند، اون موقع باید اصلا فکر کنیم که کیست رو دراریم بدیم پاتولوژی. نه من توصیه نمی کنم الدی رو، مثلا اگه تنبلی تخمدان داریم. خانم دکتر به گفته پزشک آزگیر پرخطر علائم نداره، پس چطور بیمار زایه رو بدن ظاهر میشه بعد آزمایش میدن میگن پرخطره؟ ببینید بارها گفتم ما توی پزشکی 2 تا 4 تا نداریم. معمول این هستش که انواع پرخطر HPV زایه ندن، زگیل ندن، انواع کم خطر بدن، ولی معنیش این نیست که اگر زایه باشه حتما کم خطره یا کم خطرها حتما زایه میدن، پرخطرها نمیدن. نه همچین چیزی نیست.